سلام بچه‌ها، من پرنسس شاهزاده محمد هستم. به قصر من خوش اومدید. برای دیدن از قصر ریل میکر باید بلیط تهیه کنید. برای خرید روی دکمه قرمز که نوشته شده سابسکرایب کلیک کنید و از قصر من رایگان دیدن کنید. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال ریل میکر. خیلی خوشحالم که وقت گذاشتید دارید این ویدیو رو نگاه میکنید. من توی کانالم پر سرفندای باحاله که حتما به دردت میخوره، پس بهش سر بزن و نظرتو برام بنویس. توی ویدیو قبلی بهتون یاد داده بودم که چجوری بتونید استیکر درست کنید، ولی اون استیکر ثابت بود. حالا امروز به کمک دو تا برنامه که یکیش اینشاته میخوایم استیکر متحرک بسازیم. فقط قبلش اگه کانالم سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن و زنگوله بغلش هم بزن تا انرژی بیشتری بگیرم برای ساخت ویدیوهای بهتر. خب من وارد برنامه گوگل پلی میشم، اون بارا سرچ میکنم انیمیتد استیکرز. روی همین لوگوی اولی کلیک میکنم، دقیقا لوگوش همین باشه. وقتی که نصبش کردم وارد برنامه میشم. حالا توی قسمت پایین روی کرییت پک کلیک میکنم، بعد روی انیمیت کلیک میکنم. اینجا ازم دو تا اسم میخواد، یکی اسم خودم وارد میکنم، یه دونه هم نام نویسنده میخواد که هر جفتشو وارد میکنم و در انتها کرییتو میزنم. حالا از قسمت پایین روی به علاوه کلیک میکنم. 4 تا گزینه برام میاد، میتونم گیف واردش بکنم، میتونم از گالریم ویدیو انتخاب کنم. من وارد برنامه اینشات شدم و ویدیومو داخل اینشات لود کردم. حالا یه دونه هم یه دونه استیکر متحرک روی ویدیوم اضافه کردم. حالا تیکو میزنم، از بالا سیو رو میزنم، با هر فرمت و با هر کیفیتی که میخوام ذخیرش میکنم. دوباره برمیگردم به برنامه. حالا روی ایمپورت ویدیو کلیک میکنم، از گالریم اون ویدیویی که توی اینشات ساخته بودم و داخل برنامه میبرمش. حالا روی اد واتساپ کلیک میکنم، دوباره اد رو میزنم. حالا برمیگردم توی برنامه واتساپ، میرم تو قسمت استیکرها توی این قسمت و میبینم که اینجا برای من استیکر هم اضافه شده. خب بچه‌ها، من آموزش ساخت استیکر متحرک رو به شما دادم. از اینجا به بعدش دیگه بستگی به خودتون داره، بستگی به خلاقیت خودتون داره. منظورم از خلاقیت اینه که شما مثلا میتونید از پرده سبز استفاده کنید، بعد اون رو وارد پریمیر بکنید، یا برنامه‌ای که تو گوشی هست وارد اونا بکنید، بعد پرده سبز رو حذف بکنید و روش از گیف‌های مختلف استفاده کنید تا اینجوری استیکر حرفه‌ای‌تری داشته باشید. دم تک تک بچه‌هایی که منو حمایت میکنن گرم. امیدوارم بتونم با ویدیوهای بهتر محبتشون رو جبران کنم. مرسی که وقت گذاشتید تا این ویدیو تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off.